تفاوت حساب‌های دائمی و موقت چیه؟ خیلی ساده است. حساب‌های دائمی مثل دارایی و بدهی همون دوره بسته نمیشه، به دوره بعد انتقال پیدا میکنه. ولی حساب‌های موقت مثل هزینه و درآمد تو همون دوره بسته میشه تا سود و زیان اون دوره مشخص بشه. اصل تطابق یعنی چی؟ اصل تطابق یعنی هزینه‌ای که تو همون دوره مربوط به درآمد هست ثبت بشه تا سود واقعی مشخص بشه. تفاوت حسابداری نقدی و تعهدی چیه؟ حسابداری نقدی سند حسابداری در زمان دریافت و پرداخت وجه ثبت میشه، ولی تعهدی در زمان وقوع رویداده که سندش ثبت میشه و نیازی به دریافت و پرداخت وجه نیست. استهلاک دارایی یعنی چی و بگو که چرا ثبت میشه؟ استهلاک دارایی یعنی هزینه دارایی ثابت تقسیم بر عمر مفیدش. حالا چرا ثبت میشه؟ چون حسابدار بدونه ارزش واقعی داراییش چقدره. اینا نمونه‌ای از سوالات استخدامی حسابداری هستش. تو زمان مصاحبه از شما میپرسن. حالا اگه پک کاملش رو میخوای کلمه استخدام رو برام کامنت کن.